سلام برعکس خوشگل مشکل، امیدوارم حالتون عالی باشه، یه روز باحال داشته باشید. خوش اومدید به چنل ما، یعنی چنل ما دو فر. من احمدم و منم محمدم. چرا محمد تیکه تیکه گفتی؟ به خاطر ما رو با مایکروفون اشتباه نگیرم. واسه بچه فضای جدید، استودیو جدید، دکور خیلی خفن رو مالی کردیم برای این ویدیو. ببینیم چی داریم امروز. امروز یه بازی سعی کن نخندی داریم، یک مقاومیش هم آشناییم دیگه. خب اگر هر کی بیشتر بخنده و امتیاز بیشتری در خندیدن جلب کنه بازنده است. و بازنده امروزمون جریمه داره. حتما جریمه تو انتخاب کردی. جریمه رو ادیتورمون انتخاب کرده. خدا بچه‌ها رحم پشت کنه. سرمون انتخاب کرده. خب بچه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، ما رو حمایت کنید. ادیتور زیبا برای ما چی حاضر کرده؟ بریم که رفته باشیم. خب بریم سراغ بازی، بریم سراغ ویدیو. میدونی که نباید بخندی، شروع شد. واقعا میخوام یه چیزی فرو کنم تا دسته تو چون این لاشخور کسکش. خندید اینو واقعا؟ به همین صدا بار دادی؟ من به صدای خلصه، این پوشه خلصه حساسیت دارم. خب یا باشه صدا خلصه رو بیشتر بذاریم. خب تو یک و یک خب تو میبازی فکر اینجوری نمی‌کردم که با من خیلی خوشبندم و فکر میتونم نمی‌کردم با داداش اولین میشناسم. گفتم اینو نریم تو میبازی. خیلی خوب خیلی سیبیلایی نه زیاد جالب برو بعدی. ولی مثلا گیر میشه ریخت تو پلاستیک. کار ایرانی ها که یه سری ایرانی ها نه ما این کارا رو نمی‌کنیم. نه یه سری میرن تو هیئت. نه ما این کارا نمی‌کنیم. خندیدی؟ نه برو. خب بریم بعدی. حاجی پشمان پنگوان باز خال برستان مهدی داداش بیله نکن خودم بلندشون. سلام و کیر خباز دوباره اومدی عکاسی ناموس پنگوان های رفیق ما کله مله نره میزنن دندون داره تو دندونتا. نه ما عکس واسه نه جان دفعه قبلی هم که عکس گرفتی همین سیاه‌سفید بود. خودتون سیاسفید. خب آبجی یه شب رنگیش کن. من اصلا هیچی نمیدونم. ای تو بچه رایکون اینجا کیرگوزی ارگوزی چیزی که نری یا بزن به چکه بگم مهدی بیاد بزنه به چکه جنوفه بدیا. من نه والا حواست باشه اینجا نهنگم که رد میشه ما تو هم خندیدی باید نه تو اول خندی. ما اینجوریه؟ کی اول بخنده دیگه؟ فکر کنم باید تو میتونم بخندم. تو یه بامون بزنیم کلا تو اون ویدیو که اسم نخند. نه بعد تو هم میتونی هر کی اول خند. هر کی اول خند. خب یک یکی. بریم بعد. ای خدا بکشتمونی چه زندگیه. اگو خوردم. ای لعنت پدرت. ای لعنت. لبه مرز بود، خطرناک بود. آخه خب نه گذاشت سر باباش. چرا؟ Name is John C. Ollie, look at me. What are you? Every man for himself. RKO. Goodness. خندیدی خب ببین من اگه اون جانسینه یه ضربی ادامه داشت من با چیزا جاسینه اگر نبود من نمیخندیدم. اون حرکتی که زد و اون آرکیو رنی اورتونی که زد من واقعا دیگه نمی‌دونم خودم رو گردارم. خب بچه‌ها 2-1 من به صدای خلصی که اولی واقعا با احترام به سپی جون عزیز ولی صداش میاد این فوشا رو میده من نمیتونم جلو خودم جیمز صداش خنده‌دار شدم اون بعدی برام. نه تو آهنگا نه تو موزیک. آره. این حرفایی که میزنه ولی من یه نوع این حرکات گربه ها مثلا این آهنگایی که روش آره می‌ذاره. اصلا رو حیوانات دوبله بزن من میترکم. این مستر چی بود این که آره. واقعا عالیه. توی 2-1 كلبة. چرا میزنیش؟
Release was an option. Oh, God. چون اکباری زد نه حق رو میده جدا جدا حساب میشه اینجور همه مهم که خندت بیاد واه چه حرکتی زد داره ماساژش میده این چه کاریه اوه ببر رو برده Oh, did you get scared? دلم میشه برای این سعی بچه کن سوخت. دلت آره، نسوزه سعی کن بود. دلت نسوزه بود بیشتر دلم برای این بچه سوخت خیلی مظلوم بود او گوریل بشین اینجا ببینم چی داره تو جیبت ضیفه چوچول دراز نون خشکی توف تو کست خوشم شد غذا این رفیق و مرتضی کیرتیزا میدم بکنتت هر چی تو جیبت خالی کن یکم سینه‌شو نمیذاره دهنمون. غذا رو میریزی رو زمین مرتضی پستونو بکن تو دهن وای شما چرا اینجوری ما هستین؟ کسمون خاله هستن مرتضی بکنش وای غذاتون دارم میرم. خواهی داشتی ندی دیگه داشتی مرتضی ندی ای وای خیلی خوبه بابا اصلا خیلی ادی خوبه تو لعنت بهت Okay, we are cooked. من به واقعا به این مستر خیلی حساسیت دارم عموجی همه علت بکنم عموجی شده واقعا خدا کنه که نباشه این آره واقعا خیلی خنده داره من 50 بارم ببینم اینو اولین بارم بود اینو دیدم این کارشو ولی واقعا 50 بارم ببینم میخندم این کار خیلی سختیه کیکش تلفن چه کاری بچه تولد دیگه نمیخواد تا آخر عمرش اونو دیدی تولدش براش 13 پرو مکس میگیرن به گوشیشو خورد میکنه بعد باقا میکنه آره دیگه آره آره اصلا می‌بینی یه زمان چیزه؟ این کار ترند شده آره بود. گوشی توش نیست چه ضد حالی میکنه آره خیلی بده با رفیقات این شوخی نکنید واقعا قلب پسرا حساسه بعضیشون باشون این شوخی نکن با خود پسر با پسر همچه شوخی نمیکنه آره اون نکن پسر با هم دیگه این شوخی نکن بریم بعدی تا اینجا 2-1 به نفع من دو الان خندیدی آها راست دو. میگی عمو موجی رو خندیدم کیف میکنه از رنگ پوستمون مگه نه محمد جان میتونی منو نصیحت بنشا بود من اینو نفهمیدم چی شد نمیدونم نه بزنم عقب نه فکر نکنم برای خنده دار باشه حتی خنده دار. این چرا محمد ما- خوردادیانه آره موهاش اینجوری کرد تتو کنی تو زندگی دوستان ببینن یه نصیحت هم کن. بیا تو بیا اینجا استانبول من تو رو بکنمت معروف این خنده نبود سعی کن چندشت نشه بود آره بدی تو عزیز در موقع تحمل کن خیلی زای است تو هم به نظر من برو از زندگی خودت ساقط کن چرا بیادب بود تو برو اخلاقت رو عمل کن دوست عزیز آره جدی بابا هر دارم. چی هستی اخلاق در کن چرا بیادبی بیشعور کسافیو ولش کن بلب کن ولش کن ولش بذار کن باشم بریم آقای گلزار بفرمایید که میزان تحصیلاتتون لیسانس زبان انگلیسی دارم گرایش تیچینگ تیچینگ چیشی؟ کلو تانک حرفی نمیمونه گفت هلو گفت تانکیو با جا بدی هلو اینو بچه 2-3 سالم بکنه میدونه گرایش تیچینگ الهی چپ کنم شاید معلم زبان تو باشی تو چقدر نمکی کونی تو به هم دادی آرامش و حالا که دل من باهات شد آزش نیست ببین واقعا خدا کنه به روزای خوبش برگرده و اون چیزی که دلش ببین می‌خواد من بشه. کاری ندارم به شخصیتش جای هنرمند تو زندان نیست واقعا جای پرنده هم تو رفت است خب بریم آرومی
ناصر خیلی حساسیت داره. اون دیده بودی با عروسکی تو میاد چه حساسیت با داری؟ اون زن یادم من من یادم اینجوری میکنه. اصلا من به این نخندیدم و به اون خندیدم که یادش افتاد. ببین اون اگر توی هر ویدیویی بیاد به هر باری که پخش من میخنده، من میدونی به چی خیلی هر باری که میخندم؟ پخش من میخنده، اون یارو شب و کلیه رو میذاره جو تو عروسی شهر باشه جر میده. اونو 500 بار بهش خندیدم. ندیدی؟ فکر کنم ندید. پس ادیتور تو ویدیوهایی بعد حتما باشه که داداشمون هم ببینه. قطعا پاره میشی. نباشه بذار ببینیم. مرتضی چرا این الان چوبش توی باسمن میشه؟ بچه امشب کباب یون داریم 500,000. وای چی؟ Barbieri endavane vedi istiyordu. واقعا خندیدی به این؟ چه میگم این اتفاق میفته؟ نیده بودی مگه این؟ نه اینو من اینو دیده بودم. خیلی نخندیدی. دست خودم نبود. سر اون فکر کنم 3-3 شدیم. فکر کنم 3-3 شدیم. برو بعدی. این سرکن دلت نسوزه بود. نه من میخندم. چرا به درد آدم 4-3 چرا به درد آدم میخندی؟ آقا الان حساب شده این خنده حسابه. حسابه؟ بعد اجازه میگرفتی. خیلی خوب خورد. امروز قراره دردش کنم. خیلی خوب خورد. جریمه بشه میدونی جریمه داره. نمیتونم جلو خندم بگیرم باور کن. خنده ای که بخندی و تایید تو مجازات بشه سخته. نمیتونم نخندم. خیلی خوب خورد. بریم بعدی. وای این حرکت دوست دارم تو دیوار سوراخ شد. ترکیب جنس ایرانی بده. دیوارشون رفت. بچه خیلی من به چک زدم. وای نه نمیتونم دیگه من رفتم رو ریل خنده نمیتونم شروع بگیرم. الان به چرت و پرت یه چیزا میخندم. 5 تو نمیدونم فکر کنم 5. ادیتور زیبا خودت بگو کی برنده شد. 5 وای من افتاد رو ریل خنده. میشه اینو دوباره دید؟ چکر نیار دوباره. همونو میخوام. بذار پلشه. Parte Cristiano! چیکار کردی؟ No, no, Alex, it's about to be football my team. For fighting my home, it's fighting commodify. Oh, okay, baby. ولی خنده نداشت. خنده یا نداشت. خب بکنم تموم شد. آره تموم شد. فکر کنم اینا دوزش پایین بود. و تو با دوز پایین جوری شدی دیگه. یا خیلی باید چون اولین سکون نخندیمون بود باید خیلی رو خودم کار کنم. ولی خب میخندم. مجازات چیه ادیتور زیبا؟ بچه بپرسنده مجازات چیه؟ بریم برای مجازات. تو خبر داری مجازات چیه؟ نه نمیدونم. بریم بچه بریم برای مجازات. خب بچه ها بریم واسه جریمه حاج احمد جان امروز میدونی قراره چجوری جریمت کنیم؟ نمیدونم. نمیدونی؟ ولی از بازی کردن با تو هیچ وقت لذت نمیبرم. چرا؟ چون همش دارم میبازم. خب اون دیگه باید هوش و ذکاوت خودتو ببری بالا. بالا هست ولی احساس کنم خیلی شانس با تو همراهه. دعامه‌های چیزی. نه من اصلا در اون حد نیستم. خب میدونی جریمه چیه؟ بذار من چی بغلمه خدا کنه نشکسته باشه. بیشی بغلتی یا تو؟ نه توف کردم برات. گرمه. داغم هست. میخوریش یا نمیخوریش؟ بعد این آهن خام با پوست
نه بگو اول میخوری یا نه؟ خب باید تکان خب بخورم بتوفم. خب فکر همه جاش هم کردم تازه بعد. آره میریزی این تو. خب که کسی کاری نشه. با انگوش همش میزنی؟ نه دیگه من بیا اینجوری بزن. ببین اصلا میشه عوضش کرد جریمه خیلی تخم مرغ بعد خامش. من نیمرو مثلا املت خیلی بیشتر دوست دارم. نیمرو خامم زیاد نمیخورم. تو اصلی خوردی تا حالا؟ کم. فازمون رو بگیریم راحت میشه. من بودم نمیخوردم. واقعا خب چرا برای من این کارو کردی؟ خب من بودم میخوردم. بیا بخور. بفرمایید. سفیدش هم میخوری؟ چیکار کنم؟ من میتونی سوا کنی اصلا اینو؟ واقعا خوشگله من حوض کردم. حیف اینا میدونی چی میگم؟ اینا هم باید بریزی. یه روز قرار بود جوجه بشه. نگو این حالم الان من بذار راحت بکنم. چیزی که دیگه نباید. اصلا جوجه رنگی داری میخوری، جوجه زرد. خیلی حال من زنه شکلش. بابا این بدنسازه چجوری میخورن؟ دیدی خام میخورن؟ من فکر کنم چشم میبندن میرم بالا. نه بوی زخمی. نگو بخورش فقط خلاص. بزن. نه وای خیلی بده. خیلی بده. برو بالا. چرس سلامتی بچه‌هایی که دارن ویدیو رو میبینن. ولی واقعا فکر کنم چیز بذار بخورم بعد نظرم میگم. اوکی. ولی خیلی مایه بعدش توش لرزش نکن. چقدر فعل میخوره. نباید از صفر باشه. نه اوکی با گرمای معدت اوکی میشه. امشب من بغلت نمیخوام. برو دیگه. حوصله همه رو سر بردی. اوقات زدی. ببین اوقات زدم بعد آره بعد بخورم دیگه. بعد آخه توشو نگاه کن چه جوریه. من تا اینجوری به تخم رد نکردم. بچه‌ها سلامتی زیباییاتون. Yeah, we are absolutely cooked, chat. GG. راستی بازم همین بدی امروز زرد پوشیدم برای همین. خب بچه ها امیدوارم که حال شما هم مثل من جا آمده باشه. خیلی تیکه تیکه رفت. خیلی دیگه نمیتونستم همش رو کاش یه روغن زیتون می‌آوردم باش قاطی می‌کردم. قشنگ سوپ بعد میدونی چیه جز لرزش بودنش چیز بد دیگه ای نداره. فقط تو دهن کاش بزن بجویش. یه زن اینجوری همون دندونام ردشون کردم ریز شه بره پایین. خب بچه امیدوارم که شما هم راضی بوده باشید از تخم خوردنش. الان طعم دهنم بد شد. بچه خیلی دوستتون دارم. ادامه شد برو. خیلی دوستتون داره. امیدوارم که شما من حالم جا اومد. من خیلی حال کردم. با تو بازی نکنم نه. خب اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید، لایکمون کنید، حتما برامون کامنت بذارید که جریمه بعدی میتونه چی باشه. البته مسموممون نکنید. جریمه پیشنهاد کنید. جریمه پیشنهاد یه چیزی که کارمون به بیمارستان نکشه. خب بریم با بچه‌ها کاری نداری؟ بای بای. خداحافظ.